サスケの勝ちだよ。ウチハイたちは死亡。ひゃー、信じられないなんてね。思った通りだ. ساسکه در نبرد پیروز شد. حالا دیگه ایتاچی اوچیها هم مرده. چی؟ این غیر ممکنه. شوخی کردم. همونطور انتظارش رو داشتم. هیچ کس به هم اهمیت نمیداد تا اینکه به صورتم ماسک زدم. گاهی اوقات این مهه که مرز بین امید و ناامیدی رو پنهان میکنه. در دنیای نینجاها کسی که قوانین و مقررات را زیر پا میذاره حیوان خطاب میشه، ولی کسی که دوستش رو رها کنه از حیوانم بدتره. پس با این جهان هم روبرو شو.